کردن ویدیومان یک کانال برادری تاجیکمان تاجیکستان کولینری یعنی پختوپزهای برادری تاجیک خودمون که در شهر گرمانیا زندگی میکنند به حد تارت و کلچه قند و شیرینی های بالعزت دارند. کانالی نو مرحمت در آمده آبونه شوید یارو دوستای دعوت کنید انشالله باز با دستگیری شما این برادری تاجیک ما هم پیش میرن به حد دستپختای بالعزت فهما دارند. مرحمت در آمده آبونه شدن را حتما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز همراه یک نمود چک تیار میکنیم. محصولات لازمه برای ما 400-500 گرم آرد، 150 میلی لیتر آب ما سخت گرم نباشد، 2 قاشق سمیتانه، 2 دانه زردی تو، 50-60 گرم مصله آبکرگی، رزرخ لیتر، 1 قاشقچه و نمک لازم است. این محصولات برای تیار کردن خمیرش لازم است. ما در اول آب مصلی آبکرگی ما، نمک، سمیتانه، 2 دانه زرده تخمه. همیشه شروع آب میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. دوام کاری آرده همراه کرد. حتما رزرخ لیتر ما آرد همراه میکنیم برای اینکه شروع پیدا کنه. خودش 10 گرم 400 گرم آرد با 10 گرم باید رزرخ لیتر همراه کنیم. نگاه کنید 12 تا 400 گرم آرده یاردم میکنه. ما شروع خمیر تیار میکنیم. خمیری ما باید در این طور ملایمه که زرد تیار شود. ما 5-10 دقیقه نگاه داشته بعد شروع تنوق میکنیم. خمیری ما هم دم گرفت. از 20 تالو ما میده بودم و 2 قسمی برابر تقسیم کرده. زوالامه خوش رو تنوق میکنه. خوش رو آرد زده تنوق میکنه. بسم الله. من نمیتونم تنوق کنم. باید همین خیلی تنوقی بات کنیم. ما فرمچه یعنی ریگان کلوله قالبکی زیر میکنیم. من شروع بریدم همشه یک خیلی فرمکی. این خمیرشه میگیریم خوب. بکنید چه کلوله چامات همش. کو طرزی تیار کنیشه من حاضر نشان میدیم. ترسی تیار کنیش. ما همین تنوکرگی مابینش به آب میکنیم. دویم قبطش هم باشیم. فقط همین مابینش برای اونکه چسبت. 6 دانه 3 تا 4 دانه 5 دانه 6 تا میپاشیم و ما کالتاکی زیر میکنیم چوبکچکی که این مابینش چه شود. باید این طور شود. نگاه کنید مابینش قپید گرداش علاقه سر داد. ما این روغن با پرتاییم تشبه خویشته کلام میشد کشوده میشد. طرزی تیار کنیش این طور بیاد آسان. طرزی تیار کنیش وقتی بسیار هم لازم نیه. این طور تیار میکنیم. آخرش به ما آب نمیکنیم که روغن به درات آب خیلی میشه. برای همین جای آب کرگی ما چوبکچکی زیر میکنیم. باید این طور تیار شود. طرزی پختنش نگاه کنید همین قبطاش جدا شود. باید هر یک قبطاش جدا شود. بسم الله الرحمن الرحیم. روغن به انداخته ما قاشق کتی میزنیم. بلکه زنیم تیشتی میکنن. میزنیم و علاوه پسترده میپزیم. نگاه کنید کشاده شد. علاوه پستر میکنیم که قبطاش هم شروع پزد.
تا کشاده شده نشه ما اینو میزنیم. نگاه کنید کورو شده، نه کشاده شده. درنی روغن به زیر کنید خودش منه خودش کشاده میشه. باید نمی تر سرخ کرم و منه چگونه میبینید شکچکای ما هم تیار شد. نگاه کنید نمودش چه زیبا شد. برای باز هم با لذت‌تر شدن من سرخمه پودر میپاشم. میتونید سیراب تیار کنید. از طبقی که خمیرش به حد ریزانگی با لذت بودن برای همین من سرخمه پودر میپاشم. منه چگونه میبینید منه سرخمه پودر هم پاشیدم. منه شکستن بینیم چه خیلی آمده است. نگاه کنید منه قبطاشم که شروع پخته خمیرش بینید به حد ریزانگی عجایب بود با لذت. شما هم حتما برای نزدیکان خود تیار کنید. کانال ما دستگیری کنید، پادپیساتیا کنید، یارو دوستای دعوت کنید. انشالله باز با دستگیری شما ویدیوهای بهتر و بهتر میشه. خیر تا ویدیوهای آینده در پناه خدا باشید.